سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم همونطوری که خدمتتون اطلاع رسانی کرده بودیم با یه لایو آموزشی دیگه در کارگاه شرکت الون توان انرژی در خدمتتون هستیم. همونجوری که میدونید امروز با 4 تست دیگه آشنا میشیم. تستای روتین ترانسفورماتور، تستایی مثل نسبت تبدیل، تقسیم شار، گروه برداری و جریان بیباری. آموزش این سری از تست ها هم با جناب آقای مهندس بشکار، کارشناس ارشد تست ترانسفورماتور و مدیر فنی شرکت الون توان انرژی هستند. سلام آقای مهندس. سلام خدمت همه دوستان. خب دوستان، امروز در مورد تست نسبت تبدیل، آموزش انجام تست نسبت تبدیل و جریان بیباری و تست تقسیم شار در خدمتتون هستیم که این سه تا تست رو می‌خوایم با هم انجام بدیم. اولین تستی که می‌خوایم شروع بکنیم تست نسبت تبدیل هستش. ببینید تست نسبت تبدیل به صورت تک فاز انجام میشه و لازم هست که یعنی نسبت تبدیل شما از طرف HV یک فاز ولتاژ میدید و از فاز متناظر باید ولتاژ بخونید و تقسیم این دو تا میشه نسبت تبدیلی که شما اندازه‌گیری کردید. بحثی که اینجا مطرح هستش اینه که شما فاز متناظر رو چجوری پیدا کنید. من یه مثال میذارم براتون. به عنوان مثال شما گروه برداریتون هستش DYN5. اگه بخوام وصل بکنم DYN5 شما میشه این یک U، یک فا، یک W. خب ساعت 5 میشه اینجا. این میشه 2U، 2 فا و 2 W. حالا ما میخوایم تزریق ولتاژ همیشه از سمت HV هستش، هیچ موقع از سمت AB ولتاژ ندید، به خاطر اینکه شما ترانستون به عنوان مثال 2400 اگه یه 220 ولت از سمت AB بخواید ولتاژ تزریق کنید، عملا شما 10 کیلو 11 کیلو سمت HV ولتاژ میفته و این بسیار خطرناکه. بنابراین تزریق ولتاژ ما همیشه از سمت HV. الان میخوایم فاز متناظر پیدا کنیم. یه راهنمای ساده اگه بخوام داشته باشم، به عنوان مثال شما یک یو یک فا رو دارید ولتاژ میدید، یعنی میشه این زل. ببینید فاز متناظر میشه زل موازی. الان اگر این شکل رو شما داشته باشید، زل موازی میشه 2U 2N. اینجا نوتراله. بنابراین زل متناظر یا فاز متناظر میشه 2U 2N. حالا فاز بعدی یک فا یک دبلیو رو اگه ما بخوایم ولتاژ بدیم، فاز متناظر یا زل متناظر میشه زل موازی. این زل با کدوم موازی میشه؟ با این که میشه 2 فا 2 ان. فاز بعدی میشه یک دبلیو یک یو میشه این. زل موازیش میشه این. میشه 2W 2. این روش ساده برای پیدا کردن زلها و فازهای متناظر هستش که برای هر گروه برداری شما میتونید این کار رو انجام بدید. فقط سختی کارتون زمانی خواهد بود که شما نوترال در اختیارتون نباشه که اون موقع یه بحث دیگه پیش بیاد که اینجا بخوام توضیح بدم خیلی زمان بر هستش. شما نسبت تبدیلی که با این روش به دست میارید، نسبت تبدیلی هستش که شما مژرینگ کردید، اندازه گرفتید. مقدارش چقدر باید باشه؟ شما میدید پلاک ترانس رو نگاه میکنید. به عنوان مثال ترانس شما توی تپ نامی هست 20 به 14 کیلووات با همین گروه برداری DYN5. استاندارد میگه مقدار درصد خطای شما میشه مقدار مژرینگ منهای مقدار واقعی که از روی پلاک دارید میخونید نومینال تقسیم بر دوباره مقدار که از روی پلاک خوندید ضرب درصد. این میشه درصد خطای شما. طبق استاندارد درصد خطای شما باید کمتر از مثبت و منفی نیم درصد باشه.
این محدودیت استاندارد. حالا غیر از بعضی از ترانس‌های کوره که معمولا درصد خطاشون یه خورده میره بالا، بقیه ترانس‌ها، تمام ترانس‌ها همیشه توی این رنج هستن، یعنی کمتر از مثبت و منفی 0.5% باشه. کاربرد نسبت تبدیل چی هستش؟ زمانی هستش که شما دارید ترانس رو از سازنده تحویل میگیرید، یه مشخصاتی به سازنده دادید و سازنده روی پلاگ این مشخصات رو واسه شما درج کرده که رادی ولتاژ ترانس شما این رادی ولتاژ هستش توی تپ‌های مختلف. تنها تستی که میشه تشخیص داد که آیا رادی ولتاژی که سازنده داره به شما اعلام میکنه درست هست یا نه، تست نسبت تبدیل هستش که تست نسبت تبدیل در تمامی تپ‌ها باید انجام بشه و درصد خطای شما باید کمتر از مثبت و منفی 0.5% باشه. این یه بحث. نکته دوم این هستش زمانی هستش که شما ترانس شما فیل کرده، سیمپیچ آسیب دیده و دادید دست یه پیمانکار و سیمپیچ نو گذاشت. شما میخواید ببینید که آیا این پیمانکار هم طبق مثل همون چیزی که توضیح دادم سازنده داره براتون تولید میکنه، آیا تعداد دورهایی که پیچیده درست هست یا نه. چون ما یه رابطه داریم V1 بر V2 برابر N1 بر N2. یعنی اگر درصد خطای شما زیاد باشه، خود کسی که بوبین پیچی کرده تعداد دوراش یا زیاد پیچیده یا کم پیچیده، یعنی تعداد دورا درست نیست. این تو بحث تعمیرات و تحویل ترانسفورماتور از کارخونه سازنده هستش. اما تو بحث ABB هم به شما کمک خواهد کرد. چجوری؟ شما یه ترانس دارید که بوبین شما اتصال حلقه داره. وقتی میگیم اتصال حلقه یعنی اینکه یک مقدار از دورهای سیمپیچ از مدار حذف شده. خب وقتی تعداد دورهای ما به هم میریزه، مطمئنا درصد خطایی که شما به دست میارید به هم میریزه. دیگه این نسبت رعایت نمیشه. میره بزرگتر از مثبت و منفی 0.5%. پس توی ABB توی اتصال حلقه به شما کمک خواهد کرد که تعداد دور توی اتصال حلقه از مدار حذف میشه و در نهایت درصد خطای شما میره بالا. اینا بحث ABB. طبق استاندارد شما باید به صورت تکفاز بگیرید. وقتی به صورت تکفاز دارید میگیرید، به صورت تکفاز وقتی میگیرید، خود تجهیزاتی که هستش علاوه بر این که نسبت تبدیل و درصد خطا رو به شما نشون میده، زاویه فاز هم به شما نشون خواهد داد. حالا این زاویه فاز تو بعضی از تجهیزات صدا هست یا من قطع کردم؟ اوکی. این زاویه فازی که تو بعضی از تجهیزات نشون میده 0 یا 180 درجه است. این 0 یا 180 درجه از کجا میاد؟ همین شکلی که براتون رسم کردم توی فازهای متناظر، شما یکی یک فاز رو در نظر بگیرید. بردار ما رو به پایینه. فاز متناظر میشه 2U 2L. این دو بردار خلاف جهت هم هست. یعنی زاویه فاز شما میشه 180 درجه. عملا یعنی شما با این تجهیزی که دارید و تست نسبت تبدیل میگیرید، عملا دارید گروه برداری رو چک میکنید تا حدودی. حالا فرض بکنید که به جای DYN 5 شما DYN 11 داشته باشید. DYN 11 میشه این 2U 2 فا 2 دبی. حالا زلهای متناظر رو اگه بخوایم پیدا کنیم، یک یک فا داریم ولتاژ توضیح میکنیم. زل امازه که میخوایم بخونیم میشه فاز متناظر میشه 2U 2L. دقیقاً همین. فاز بعدی یک فا یک دبلیو ولتاژ توضیح کردیم، جهت بردار رو به این. زل موازی میشه 2 فا 2L. دقیقاً شبیه هم. فاز بعدی یک دبلیو یک یو میشه این که زل موازیش میشه این 2 دبلیو 2. حالا زاویه فاز رو در نظر بگیرید. تا اینجای کار که با دیوای N5 دقیقاً مثل هم بود. تفاوت کجا هستش؟ یکی یک فا جهت بردار رو به پایین هستش، 2U 2N هم جهت بردار رو به پایین.
یعنی زاویه فاز بین این دو تا بردار میشه 0 درجه. بعدی یک فا یک دبلیو جهت بردار، دو فا دو ان هم جهت، زاویه فاز 0 درجه و این برای ضلع سوم هم دقیقاً همین میشه. یعنی شما دیوای همچین چیزی وقتی رسیدید زمانی میتونید تشخیص بدید که این دیوای ان 5 هستش یا 11 که تجهیز شما زاویه فاز هم به شما نشون بده. اگه زاویه فاز به شما نشون داد از روی اون متوجه خواهید شد که دیوای ان 5 یا 11. که اگر زاویه فاز رو نداشته باشید و به صورت دستی دارید این تست رو انجام میدید، زمانی شما مطمئن خواهید شد که این دیوای ان 5 یا 11 هستش که برید یه تست دیگه انجام بدید به اسم کنترل گروه برداری که اونو توی یه جلسه دیگه براتون توضیح میدم. این تست رو به صورت دستی هم میشه انجام داد، یعنی با دو تا مولتیمتر که همزمان از سمت HP ولتاژ میدید، از سمت LV دارید اندازه گیری میکنید. منتها به خاطر اینکه ما بعضی جاها نوسان خیلی زیادی داریم، به خاطر اینکه درصد خطا رو به حداقل برسونیم، پیشنهاد اینه که حتما از دو تا مولتیمتر استفاده کنید و همزمان هم هولد بکنید و این به شما کمک خواهد کرد که مقدار درصد خطای شما خیلی کم بشه. حالا تست نسبت تبدیل رو اول به صورت دستی انجام میدیم و بعد به وسیله دستگاه وبکو این تست رو برای شما دوستان انجام خواهیم داد. خب بچه‌ها بریم برای تست. دوستان این تراس دیویسکابا هستش، گروه برداریش وایزد M5 هستش و این وایزد M5 هم دقیقاً شبیه دیوای N5 هستش. یعنی شما یک و یک فا رو ولتاژ میدید، دوی دو ان میخونید طبق همون چیزی که براتون توضیح دادم. خب بچه‌ها تاپ چنده؟ تاپ 2 هستش. تاپ 2. حالا ما روی یکی از این تاپ‌ها اندازه‌گیری می‌کنیم. شما لازم هست که حتما این تست رو در کل تاپ‌ها انجام بدید که ببینید آیا این ولتاژها در تمام تاپ‌ها نسبت تبدیل اوکی هستش یا نه. خب وال استازمی مولتیمتر کو خب بیا بچه‌ها با هم هولد کنید همزمان. خب 225 ممیز 4 چقدر داریم؟ دوباره بگیر. نه از بالا بگید که سلفات شده، از بالا بگید. دو ممیز 6 تا 225 دو ممیز 6 تا. خب بعد بریم فاز بعدی. خب ترانس رو روی تپ نامی گذاشتیم، تپ وسط که 20 به 400 225 ممیز 5 تقسیم بر 2 ممیز 6 میشه 86 ممیز 73 صد. بعدی سلیمانی چقدر؟ 225 ممیز نیم. بله 2 ممیز 6 تا. بله دقیقا مثل فاز بعدی. دو دبلیو دو ان 225 ممیز 3 2 ممیز 6 تا.
اوکی. خب دوستان من حساب کردم این نسبت تبدیلش میشه 86 ممیز 73. بعد فقط یه نکته هستش، من بخوام درصد خطا اینو به دست بیارم ما یه لحظه بدیم. مقدار مژرینگ ما شد 86 ممیز 7. میخوایم درصد خطا رو به دست بیاریم. خب ترانس چند به چند 20 به 400 وای زدم 5. ببینید شما وقتی 20 به 400 رو دارید تقسیم میکنید میشه 50. یا رادیکاسیون میاد. چرا؟ چون ما اینجا ولتاژ خطی داریم. در حالی که ما اونجا اندازه گیری کردیم گفتیم 1 و 1 فا 2 و 2 ان نسبت به نوترال گرفتیم، یعنی میشه ولتاژ فاز که اینجا یه رادیکاسه میخوره، یعنی ولتاژ فاز ما میشه ولتاژ خط تقسیم بر رادیکاسه که این رادیکاسه بیاد بالا میشه 86 ممیز 603. حالا درصد خطا رو بچه‌ها یکیتون اگه ماشین حساب دارید پیدا کنید برام. میشه 86 ممیز 7 منهای 86 603 تقسیم بر 86 ممیز 603 ضرب در 100. یازده صدم درصد. خب این اوکی هست با طبق استاندارد چیزی که ما گفتیم این داره میخونه و این برای تمامی تپا باید تکرار بشه. تمام تپا شما باید اینو داشته باشید. این از تست نسبت تبدیل با جزئیاتی که بهتون گفتم و با این روشی که بهتون گفتم شما به محض اینکه پلاک رو نگاه بکنید روی پلاک این شما این گروه برداری رو می‌بینید. دیگه اصلا لزومی نداره که شما بیاید مثل من گروه برداری رو بشناسید یا اینکه راست بکنید. روی پلاک تک شده که شما کافیه فقط ضلع‌های موازی رو با هم بگیرید و نسبت تبدیل رو اندازه‌گیری بکنید. بحث بعدی بحث جریان بیباری هستش. شما 3 تا تست رو همزمان میتونید انجام بدید. اگه به صورت دستی دارید تست میکنید، تست نسبت تبدیل رو که گرفتیم، جریان بیباری رو میتونید اندازه‌گیری بکنید. همون لحظه ای که شما دارید ولتاژ تزریق میکنید به عنوان مثال 1 و 1 فا جریانش هم بخونید. دوستان این جریان بیباری خیلی جاها میریم که تصور این هستش که وقتی صحبت از جریان بیباری میشه همه تصورشون این هستش که جریان بیباری توی ولتاژ نامی. نه، ما با ولتاژ نامی کاری نداریم اینجا. با همین ولتاژ 220 ولت کافیه. جریان نامی توی ایبیابی کجا به دردتون میخوره؟ زمانی که ما اتصال حلقه داریم. زمانی که اتصال حلقه داریم، فازی که اتصال حلقه روش هست، مقدار جریان به شدت میره بالا. به عنوان مثال اگر دو تا فاز طول و هوش 3 میلی آمپر داره جریان میکشه، فازی که اتصال حلقه داره بسته به اون میزان اتصال حلقه ای که هستش مقدار جریان میتونه متغیر باشه. ولی اگر یه اتصال حلقه خیلی خفیف هم داشته باشیم، مثلا این 3 میلی آمپره، اون یکی مثلا میشه 40 میلی آمپر. هر چی شدت اتصال حلقه بیشتر باشه به همون میزان مقدار جریان شما ها بالاتر میره. پس توی ایبیابی اون بحثی که توی ولتاژ نامی دارن جریان بیباری میگیرن اون یه بحث دیگه است. اونجا میان تلفات بیباری رو اندازه‌گیری میکنن و همزمان جریان هم که لازم میشه. ولی اینجا دنبال ایبیابی هستیم و این که تستایی که داریم انجام میدیم به این نتیجه برسیم که آیا این ترانس ما اکتیو پاد سالم هست یا نه. من همه جا گفتم این تستایی که دارید انجام میدید توی سایت روی ترانسفورماتور همیشه این است که به صورت 100%
بخواد به شما این اطمینان رو بده که اکتیو پورت شما سالم هست. اطمینان 100% وجود نداره، ولی تا حد زیادی میتونید مطمئن بشید که اکتیو پورت شما سالم هست و مشکلی نخواهید داشت. حالا توی جریان بیباری که دارید اندازه‌گیری میکنید، توی اتصال ستاره معمولا فاز وسط از دوتای کناری کمتر میکشه. اگر این یک هست به عنوان مثال این 8 تا این یک، توی اتصال دلتا یا مثلث دو تا فاز از یک فاز کناری کمتر میکشه. حالا این جریان بیباری که داریم صحبت میکنیم متأثر از چی هستش؟ متأثر از پسماند مغناطیسی. یعنی شما اگر یه جریان بیباری رو اندازه‌گیری بکنید، برید مقاومت دیسی دوباره و بعد از اون دوباره بیایید تست جریان بیباری بگیرید، اعداد دیگه همون اعداد قبلی نیست، چون دیسی باعث پسماند میشه داخل هسته و جریان بیباری متأثر از پسماند مغناطیسی. بنابراین توی ترتیب تستایی که دارید میزنید حتما میگر، نسبت تبدیل، جریان بیباری، بعد تقسیم شار، بعد تازه میرید مقاومت عمومی و بقیه تستایی که دارید انجام میدید. همیشه جریان بیباری قبل از مقاومت دیسی باید انجام بشه. خب دوستان بریم واسه اندازه‌گیری از جریان بیباری. موردی نداره با ماشین نداره. چی؟ مکرفی بس خودت مشکل انجام بده. خب تا چیز بشه آمپرمتر رو بیارم، من تست تقسیم شار رو توضیح بدم. دوستان تست بعدی که میخوام توضیح بدم براتون تست تقسیم شار هستش. شما این نمای داخلی ترانسفورماتور و هسته باشه، ساو 1، ساو 2، ساو 3. 3 تا فاز داریم با 3 تا ساق. صحبت از شار مغناطیسیه. برخلاف تصور خیلیا که فکر میکنن تست تقسیم شار تستی هستش که باهاش وضعیت هسته رو میشه سنجید و یه تست عیبیابی برای هسته هستش، عملا همچین چیزی نیست. یعنی تو بدترین شرایط هسته این تست به شما جواب خواهد داد. این یه بحث دوم هست، این هستش که بحث شار مغناطیسیه. تست تقسیم شار یکی از بهترین تست‌ها برای عیبیابی و تشخیص اتصال حلقه است. پس این تست مختص تشخیص اتصال حلقه است. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که اتصال حلقه ربطی به تپ نداره. هنوز تو خیلی از جاها مثل شرکت‌های برق منطقه‌ای هنوز باید باشه. میاد تست تقسیم شار رو تپ ابتدا، تپ وسط، نامی و تپ انتها توی 3 تا تپ انجام میدن. تست تقسیم شار رو ابتدا، وسط، انتها. خب این تا اینجای کار. تست تقسیم شار ارتباطی به تپ نداره. مهم نیست شما این تست رو
روی چه تپی انجام میدید اصلا مهم نیست، هر تپی میخواد باشه. حتی به عنوان مثال شما روی تپ مثلا چه میدونم 9 هستید ولی اتصال حلقه شما توی تپ 3 مثلا، اون تیک سیمپیچ اصلا تو مدار نیست. این باز خیلی ها رو به اشتباه میندازه، فکر میکنن چون اون مقدار سیمپیچی که اتصال حلقه داخلشه و الان توسط تپچنجر از مدار حذف شده، پس این جواب ما درست نمیشه. اصلا ارتباطی نداره. الان دلیلش رو بهتون میگم. ما صحبت از شار مغناطیسی داریم میکنیم. اولا نحوه انجام تست چجوری؟ اول اینو توضیح دادم براتون. نحوه انجام این تست به این شکله: یک Q یک فا، یک فا یک W، یک W یک لو. خب اگه اتصال ستاره باشه اون موقع شما میگید یک Q یک N، یک فا یک N، یک W یک N. شما یک فاز رو ولتاژ میدید 220 ولت، یک شار مغناطیسی به وجود میاد و این شار میره از طریق 2 تا ساق دیگه تقسیم میشه فی 1 فی 2. خب مجموع این دوتا باید بشه همون اولیه. اینو که دیگه توی و این شارهایی که از اینجا میگذره به نسبت تعداد دورهای سیمپیچتون یه ولتاژ القا میکنن. پس ما اینجا یه ولتاژ میخونیم و همچنین روی ساق بعدی. به عنوان مثال اینجا شده 70 ولت، بقیهش میافته اینجا میشه 150. مرحله بعدی میایید فاز وسط رو ولتاژ میدید 220 ولت. خب چون رلوکتانس این دوتا با هم برابره معمولا باید مگه اینکه پسماند داشته باشیم، وگرنه درستش اینه که اینجا باید 110 ولت بیفته، اینجا 110. مرحله سوم میایید فاز سوم رو شما ولتاژ میدید، از دوتای دیگه میخونید که اینم به عنوان مثال اگر بشه 80 این میشه 140. مجموع این دوتا میشه اولی، مجموع این دوتا میشه همون منبع اولی و همچنین فاز اول. این نحوه انجام دادن تست تقسیم شاره به همین راحتی. اما شاید باورتون نشه یکی از بهترین تست‌ها توی تشخیص اتصال حلقه است. یعنی حتی خفیفترین اتصال حلقه رو به شما نشون خواهد. خفیفترین اتصال حلقه. ما روی هر کدوم از این ساق‌ها اتصال حلقه داشته باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به عنوان مثال فاز W ما اتصال حلقه داره. اون موقع به جای 150 ولت شما وقتی با 220 ولت دارید تست رو انجام میدید، فازی که اتصال حلقه داره بین 0 تا 5 ولت بیشتر تزریق نخواهد شد. این به عنوان مثال فاز سوم میشه 4 ولت، بقیهش میاد از فاز دیگه میگذره، یعنی میشه 196 ولت. نباشه 216 ولت. یا تو این حالت اینجا هم دوباره 4 ولت اگه بیفته اینجا میشه 216. ببینید تفاوت خیلی زیاده و هر جای شما همچین چیزی دیدید با اطمینان میشه گفت که این فاز من اتصال حلقه دارم. منتها نکته‌ای که هستش شما میتونید بگید که روی این ساق من اتصال حلقه دارم، منتها نمیتونید بگید که آیا این اتصال حلقه سمت HV من هستش یا سمت LV. ما داریم صحبت از ساق میکنیم، صحبت از شار مغناطیسی میکنیم. شار مغناطیسی داره از این ساق عبور میکنه. شما همینه که میگم ربطی به تپ نداره، چون وقتی صحبت از ساق میشه دیگه اصلا تپ جایی نداره. همین نکته بود که بهتون گفتم.
شما چه روی اشوی چه روی الی اتصال حلقه‌ای داشته باشید میاد اینجا خودشون نشون خواهد داد. منتها شما نمیدونید که آیا این اتصال حلقه سمت اشوی ما هست یا سمت الی. با چه تستی میشه تشخیص داد که آیا این سمت اشوی یا سمت الی؟ ما تا اینجای کار فهمیدیم که اتصال حلقه داریم، بله. ما تا نمیدونیم سمت اشوی هستش یا سمت الی. این کار رو با اندازه‌گیری مقدار مقاومت عمومی میشه اندازه‌گیری تشخیص داد. که فکر میکنم این تست مقاومت عمومی هم توضیح دادم که اونجا فازی که اتصال حلقه داره مثلا اشوی اگه باشه خب به طب مقاومتش نسبت به فازهای دیگه کمتر خواهد شد. اتصال حلقه یعنی اینکه یه تعداد از دورهای شما حذف شده. مقاومت یعنی چی؟ یعنی بیشترین تعداد دور. هر چی تعداد دور ما بیشتر باشه مقاومت ما بیشتر میشه. وقتی تعداد دوری از مدار حذف میشن خب به طب مقاومت شما کمتر خواهد شد. این روش تشخیص این که شما اشوی شما اتصال حلقه داره یا سمت الی. اما نکته بعدی که میخوام بهتون بگم باز همینجا رو داشته باشید. باز خیلی جاها میری جدا از این که میگن تپ اول، تپ وسط، تپ انتها، میگن از سمت الوی هم شما باید اندازه‌گیری انجام بدید. اصلا هیچ ارتباطی به اندازه‌گیری از سمت الوی هم نداره. یعنی شما همین چیزی که بهتون گفتم به همین سادگی کافیه. اصلا شما نمیخواد نگاه بکنید که اصلا کدوم تپ هستید. اصلا لزومی نداره که شما از سمت الوی هم اندازه‌گیری انجام بدید. چون مقدار ولتاژی که اینجا دارید با همون نسبت تبدیل میره سمت الوی، اصلا ارتباطی نداره. کسی نسبت تبدیل میگه. پس این نکاتی بود راجع به تست تقسیم شار و نحوه انجام دادن تست تقسیم شار. الان به صورت دستی هم این تست رو انجام میدیم. خب تا اینجا یه سوال بپرسم که بعدا جواب بدید. سوال اینه: تست تقسیم شار رو برای کدوم ترانس نمیشه انجام داد؟ یعنی اصلا انجام دادن شما هیچ موقع به جواب نخواهید رسید. کدوم ترانس ها رو شما نمیتونید تست تقسیم شار رو بزنید؟ اینو بی زحمت آخر جلسه حتما توضیح بدید و جواب این سوال رو بفرستید. پس دوباره تکرار میکنم، برای کدوم یکی از ترانس ها انجام دادن تقسیم شار عملا بی‌معنیه، یعنی شما اصلا نمیخواد که اندازه‌گیری بکنید. خب برای تست نسبت تبدیل باز یه سوال دیگه بپرسم، مطرح کنم، بشه دو تا سوال. ما یه ترانس داریم به اسم ترانس زمین. دیگه در موردش حالا یه سری صحبت میکنم در مورد ترانس‌های توزیع. جلسه رو میذاریم در مورد تنوع ترانس‌های توزیع و نکاتی که راجع به ترانس‌های توزیع هست. تنوع زیاد داریم. ترانس‌های کنسرواتوری خودشون تقسیم بندی میشن، کنسرواتوری بعد ترانس‌های بدون کنسرواتوری هرمتیکا رو داریم، بعد انواع ترانس‌های هرمتیک رو داریم. یه جلسه رو اختصاص بدیم به ترانس‌های توزیع که یکی از این ترانس‌های اسپشیال باید بگم ترانس زمین. ترانس زمین اتصالش زد این هست، زیگزاگ با نقطه نوترالی که بیرون میاد. برای ترانس زیگزاگ اتصال زیگزاگ خالی یک سیمپیچ بیشتر ندارید توی ترانس زمین. نسبت تبدیل این ترانس رو چجوری انجام میدید؟ اینم به زحمت یه جواب بدید. پس شد دو تا سوال. یکی تقسیم شار رو برای کدوم یکی از ترانس نمیشه انجام داد و یه دیگری این بود که برای ترانس زمین تست نسبت تبدیل رو چجوری انجام میدید؟ اصلا انجام میشه و اگه انجام میشه چجوری انجام میشه؟ آماده است؟ خب بریم تست تقسیم شار رو بگیرید. یکی یک پا یکی یک پا یک دبلیو یک دبلیو یک.
تا دوستان انجام میدم یه توضیح دیگه بدم. این 0 تا 5 ولتی که من گفتم برای ولتاژ 220 ولته. شما اگر با ولتاژ پایین مثلا 10 ولت دارید اون تست رو انجام میدید، خب مشخصه که اون 0 تا 5 ولت هیچ معنی نداره. شما هر چه رنج ولتاژ بیاد پایین، اون رنج 5 رو به پایین کمتر میشه. شما اگه 10 ولت دارید تزریق میکنید، ولتاژ فازی که اتصال حلقه داره مثلا هولوش 200 میلی ولت میشه. این نکته بود که بهتون گفتم هر جایی دیدید با هر ولتاژی 0 تا 5 ولت نیست. توی 220 ولت بیشتر بحث تجربه کاری هستش که بر اساس تجربه‌ای که هستش این تست انجام میشه، بیشتر از 0 تا 5 ولت دیگه ولتاژ تزریق نخواهد شد. خب یکی یک پا ولتاژ 226 یک فا یک دبلیو 149 یک دبلیو یک یو 76 که میشه 225 ولت. دوستان توی مقدار ولتاژ اولیه درسته که مجموعه بشه همون بیس اولیه، ولی بعضی موقع اختلاف یه 2-3 ولت اگه بود خیلی دیگه حساسیت به خرج ندید. بریم فاز بعدی، یک پا یک دبلیو 226 ولت. بله یک یو یک دبلیو 82 یک یو یک فا 143 میشه 225 ولت. درسته؟ خب یکی یک دبلیو 226 ولت. بالا یکی یک فا 101 یک فا یک دبلیو میشه 121 که میشه 222 ولت. این اوکی هست. این هم نحوه انجام دادن تست تقسیم شهر که گفتم توی ایدیابی خیلی کمک میکنن، خیلی کمک میکنن. بعضا شما ترانس شما فیل کرده و شاید با همین تست تقسیم شهر که به همین راحتی انجام میشه، شما به راحتی میتونید متوجه بشید که ترانس شما مشکل داره، اتصال حلقه داره و دیگه ترانسی هستش که نمیتونید بردارش بکنید و حتما باید بیاد بیرون و یه ترانس اسپیر جایگزین بشه. به همین راحتی که داره. خب الان تست نسبت تبدیل رو بچه‌ها با دستگاه وبکام بگیریم که بچه‌ها با دستگاه وبکام ببینن. آمادهش کنید بی زحمت. ببینید یکی از مشکلاتی که الان هنوز هم متاسفانه توی خیلی از سایت ها من میبینم که هست هنوز اینه که ترانس وقتی کلیپ میخوره دوباره اصرار دارم بدون که هیچ اقدامی روش انجام بدن دوباره بردارش میکنم. خیلی جا من دارم میبینم و هست، هنوز هست. ببینید وقتی ترانس شما کلیپ میخوره دو تا حالت داره. این کلیپ شما یا کاذبه یا واقعی هست، ولی در هر صورت باید اطمینان پیدا کنید که این کلیپ کاذب بوده. حالا میخواید تستا رو انجام بدید، میخواید دلیل کاذب بودن رو پیدا کنید و اگر واقعی هستش به هیچ عنوان شما تا تحلیل درستی انجام ندید به هیچ عنوان نمیتونید تراس بردار بکنید. چون اگر اتفاقی افتاده هر بار که شما دارید بردار میکنید این تراس بیشتر آسیب میبینه. خیلی جاها زنگ میزنن که تراس کلیپ خورده، مثلا بعضی موقع که همراه با تولید گاز توی رلی بخص هم هست. همین خیلی ها بدون اینکه هواگیری، بدون اینکه حتی یه فلک بزنن، حالا کار خیلی چیزی نیست، اصولی نیست، ولی از سر ناشری مجبوری. چون شما وقتی گاز جمع شده داخل رلی بخصتون شما دیگه واقعا وقت اینو ندارید که تماهیه رو انجام بدید تا یک نفر بیاد از آزمایشگاه نمونه گاز بگیره و یا اینکه نمونه روغن بگیره تست گاز کرونوگرافی انجام بده. همونجا شما هواگیری بخص باز بکنید شما میتونید ببینید که اگر اون گاز آتش گرفت یعنی دیگه واقعا کار ترانس تموم.
به هیچ شما دیگه قابل استفاده نیست. حتما باید بره به یه ترانس جایگزین دیگه. این یه نکته بعدی این هستش که شما تمام تستایی که داریم انجام میدیم روی ترانس و اوورهالایی که روی ترانس انجام میشه. حالا امروز یکی به من سوال پرسیده بود که چرا تست انجام میشود. گفتم تمام اقدامات که روی ترانس انجام میشه به صورت دوره‌ای همه در راستای این هستش که اولا وضعیت ترانس رو ببینیم چجوری هستش، بسنجیم و قبل از اینکه به مرحله فیل برسه و ترانس آسیب ببینه ما جلوش رو بگیریم. فلسفه تمام این کارا واسه این هدف و این وقتی شما جلوی حادثه رو میگیرید یعنی کلی هزینه شما سیف کردید به اضافه زمان. خیلی جا هستش که ترانس خیلی حیاتیه براشون و حتی یک دقیقه است. بنابراین اوورهالا پیشنهاد میکنم حتما مرتب انجام بشه و همه جا من گفتم ما هنوز توی بهره‌برداری مشکلات خیلی زیادی داریم، خیلی زیاد. یکی از مشکلاتی که هستش اینه که اوورهالا به صورت منظم انجام نمیشه. خیلی از جاها من میرم که ترانس 30 سال داره کار میکنه، 20 سال داره کار میکنه، هنوز هیچ کاری روی ترانس انجام ندادم. و وقتی میگی تستا رو چرا انجام ندید میگه خب ما ترانس داره کار میکنه، نیازی نیست که تست انجام بدیم. حالا تو دوره‌های آموزشی من تو لپتاپ نمونه‌های مثالی رو میارم که چه اتفاقاتی افتاده و جلوی چه اتفاقاتی رو گرفتیم. این یه بحث خیلی مهمه. حالا یه سری راجع به بهره‌برداری اینا بخوام صحبت بکنم که چه ضعفایی داریم و اینکه چه کار باید کرد واسه بهره‌برداری درست. خب نحوه سیمبندی رو دارید می‌بینید. چیزی که دارید توی تصویر می‌بینید ببینید ترانس سه‌فاز انجام نمیده. که سه‌فاز نیست، تک‌فازه. ولی وقتی می‌بینید سه‌فاز وایرینگ شده به خاطر این هستش که خود دستگاه به صورت تک‌فاز این کار رو انجام میده. فاز اول رو میگیره تمام قطع، فاز دوم قطع، فاز سوم. این تنها به شما کمک خواهد کرد که این تست رو توی کمترین زمان انجام بدید. وگرنه به صورت سه‌فاز نیست. تمام تجهیزاتی که برای تست نسبت طبیعی ساخته شده کلاً به صورت تک‌فاز طبق استاندارد. یه دلیلش این هستش که توضیح دادم زاویه فاز رو هم به شما نشون میده. و این زاویه فاز میتونه به شما کمک میکنه گروه. حالا دستگاه وبکو 0 یا 180 رو نشون نمیده. دقیقاً زاویه رو نشون میده. ما الان وایزد 5 داریم. 5 ضرب دستی میشه 150 درجه. و دقیقاً 150 درجه رو به ما نشون خواهد داد. خب، مثلا من میگم چون زمان توی دستگاه وبکو یه توضیح دادم. قبل از اینکه شما تست رو شروع بکنید توی تست آبجکت میدید و تمام اطلاعات ترانس رو بهش میدید. گروه برداری ترانس، رادی ولتاژ ترانس، تعداد تپایی که داریم ما، تمام اطلاعات رو بهش میدیم و خود دستگاه بریم روی نسبت تبدیل بر اساس گروه برداری که داریم سیم بندی هم به شما نشون خواهد داد. اگه سیم بندی رو بیارید بالا اینو بزرگشون نحوه سیم بندی دستگاه هم به شما نشون خواهد داد. خب بریم واسه انجام تست. مقدار ولتاژ رو خودتون بالا تعریف میکنید که چقدر ولتاژ بهش بدید. 100 ولت تا 220 ولت اینا خیلی راحت میتونید بهش ولتاژ بدید. چیزی که به عنوان داده به ما میده ولتاژ ورودی، ولتاژ مژرینگ، نسبت تبدیل، درصد خطا، دیویژن و زاویه فاز هستش. خب الان بگیریم به اضافه جریان بیگانه. ترانس تپ وسط هستش. خطا گرفت؟ یا گرفت؟ اوکی. خب اینجا TTR دیویژن رو دارید میبینید.
زاویه فازی که داریم با موس بی زحمت نشون بده. زاویه فازی که هستش 150 درجه بغلیش. بله پس این درسته با زد 5 درست، یعنی همون زاویه فازی که ما انتظار داشتیم. به اضافه جریان بیباری رو هم به شما نشون خواهد داد آیه پرایمری. بله پس دیتا هایی که به ما میده یکی TTR دیویژن هستش، یکی زاویه فاز هستش و یکی هم جریان بیباری، یعنی همه اینا داخل همین تست قابل انجام هستش. و این تست گفتم تو همه تپا باید تکرار بشه. خب اگه زامت نیست تپ دیگه هم بریم بد نیست. تپ آواز کن. تپ چندی؟ یک. تپ یک رو به زحمت بگیرید. اوکی. و ببینید سرعت کار رو چقدر میبره بالا انجام این تست به این نه. خب دوستان سه تا تست رو انجام دادیم براتون، توضیح دادم براتون. اگه سوالی هست حتما مطرح کنید و اینکه توی گروه بی زحمت مطالبی که مد نظرتون هست راجع به چه مطالبی صحبت کنیم این هم میتونید به عنوان پیشنهاد بدید. هر موضوعی که مد نظر بود به عنوان حالا یه پیشنهاد میتونید داشته باشید که لایو بعدی رو ما بر اساس پیشنهاد شما بریم جلو. یه جلسه که قرار بود پرسش پاسخ باشه که انشالله توی آینده حتما این کار رو خواهیم کرد. یه جلسه میخوام که راجع به انواع ترانس‌های توزیع صحبت کنم. حالا پیشنهادی هم داشتید میتونید مطرح بکنید که یه جلسه بیایم لایو بذاریم راجع به پیشنهاد شما و سوالاتی که هستش. اگه سوالی دارید مطرح کنید که تا وقت هست من جواب بدم. اگرم وقت تموم شد میتونید سوالاتو مطرح بکنید، من حتما به دوستان جواب خواهم. خب خیلی ممنون آقای مهندس. من از دوستان میخوام اگر سوالی دارن تو کوئسچن باکس بنویسن، ما در خدمتشون باشیم. این جواب دو تا سوالم بی زحمت حتما بفرستید. بله یک بار دیگه سوالا رو بفرمایید آقای مهندس. سوال اول این بود که تست تقسیم شار که ما توضیح دادیم بازی بهش برای کدوم دسته از ترانس‌ها قابل انجام نیستش و شما نمیتونید انجام بدید. سوال دوم این بود که ترانس زمین که گفتید ترانس زمین فقط یک سیم پیچ داره و اتصالش هم ZN هستش، زیگزاگ با نقطه نوترالی که بیرون اومده. نسبت تبدیل این ترانس زمین رو آیا میشه انجام داد یا نمیشه و اگر میشه نحوه انجام تستش به چه شکلی خواهد؟ این دو تا سوالی بود که من مطرح کردم. آقای مهندس سوالی که پرسیدن در خصوص تست اتوترانس پرسیدن سوال که به چه نحو هستش؟ اتوترانس یعنی چی؟ یعنی شما یه سمپیچ دارید. من فکر کنم اینجا بکشم بچه‌ها یه خورده راحت‌تر توی ترانس‌های انتقال شما اتوترانس خواهید دید. به عنوان مثال فقط آقای مهندس یه لحظه دوستان جواب سوال رو اینجا تو کامنت ها ننویسن، برای ما دایرکت ارسال کنن که در انتها هم جوابای سوال به قید قرعه یه جایزه نفیس تقدیمش میکنن. لطف کنن که جواب سوال ها رو تو کامنت برای ما ارسال نکنن. بفرمایید آقای مهندس. ببینید توی ترانس‌های انتقال شما همچین ترانس‌هایی حتما خواهید دید. YNA0 این آیی که دارید می‌بینید به معنی اتوترانس. اتوترانس یعنی چی؟
یعنی شما سیمپیچ اولیتون به صورت ستاره است، بعد از همون سیمپیچ این ترانس عملا الان شما می‌بینید سه تا سیمپیچه، یعنی وقتی نگاه می‌کنید، ولی عملا سیمپیچ دوم رو به صورت جدا نمی‌پیچن، از روی خود همون سیمپیچ اولیه میان سیمپیچ دوم رو انشعاب میگیرن و جدا میکنن. حالا این اگه ستاره باشه، یک Q، یک فا، یک W، از اینجا یه تعداد دور جدا میکنن میشه 2U، از اینجا یه تعداد دور جدا میکنن میشه 2 فا و از اینجا میشه 2W. یعنی این که ما سیمپیچ ثانویمون که به صورت اتوترانس هسته که سیمپیچ جدا نیستش، یعنی کسی که بوبین پیچی میکنه این نیست که بگیم سه تا سیمپیچ باید بپیچه، نه، 2 تا سیمپیچ داریم، منتها ثانوی ما میاد از روی اولیه جدا میشه. به این میگم اتوترانس. که بخوای نسبت تبدیل اینو بگیرید شما 2 تا نسبت تبدیل باید بگیرید، یکی این نسبت به اولیه ثانویه، یکی هم اولیه ترشیر. خب توی اتوترانسفورماتور مشخصه زاویه فاز صفر، یعنی یک U یک N، 2U همون N نوترال یا یک N، حالا اینا نوترال بگیریم یا نوترال، یک فا یک N یا N میشه 2 فا N، یک W N مساوی 2W N. این نحوه انجام تست نسبت تبدیل برای خود اتوترانس است. این یکم که میشه همون بایندی 11 که اونم توضیح ندارم. آقای مهندس سوالی که پرسیدن در خصوص اون تست ریلی بوخرس که با فندک انجام میشه، حالا ببینید ریلی بوخرس وقتی شما یه فالتی داخل ترانسفورماتور اتفاق میفته همراه با تولید گاز و این گاز همیشه میل داره بیاد به سمت بالا. کجا گیر میفته؟ داخل ریلی بوخرس. و این خیلی کمک میکنه بهتون که زمان رو واقعا از دست ندید. اصلا نمیخواد هیچ تستی انجام بدید. شما وقتی یه اتفاقی افتاده تریپ کنید، اولین چیزی که نگاه میکنید اینه که حالا توی ترانسفورماتوری و مدت که فشار شکن هم داره، یکی که آیا فشار شکن عمل کرد یا نه. عملکرد فشار شکن همراه با خروج روغن خواهد. این یه راست. بحث دوم این هستش که نه، همیشه اینجوری نیست که فشار شکن عمل بکنه. شما یه جایی دارید که کلیدی اتفاق داره میفته، هنوز به تحلیل کامل نرسیده. ظرف عایقی داره، با اون ظرف عایقی یه کلیدی داریم تو اون فاصله و همراه با تولید گاز. این گاز میاد داخل ریله بوخرس جمع میشه. شما هواگیری ریله بوخرس رو باز بکنید، یه فندک بگیرید. اگر آتیش گرفت، یعنی گازها قابل اشتعاله و عملا یعنی مطمئن باشید 100% که داخل ترانس شما یه اتفاقی افتاده، اصلا نمیخواد هیچ کاری بکنید. به هیچ عنوان اون ترانس نباید شما دوباره بردارش بکنید و بذارید کنار. سوال دیگه که پرسیدن در تقسیم شار هنگام تغذیه فاز کنار کدام ستون ولتاژ بیشتری القا میشه؟ چرا؟ واسه رلوکتانس مسیر دیگه، اون القایی که داریم واسه همون رلوکتانس مسیر و توی مثلث حالا توی اتصالات مختلف فرق میکنه. فکر میکنم توی اتصال مثلث فاز کناری و تیور رو ولتاژ میدی، فاز کناری تو اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم، باید نتایج رو نگاه کنم. اولا خیلی مهم نیست که تو فاز داره ولتاژ بیشتر میشه، بیشتر دنبال این هستیم که میگیم آیا مشکل داره ترانس یا نه. دوست دیگه فرمودن این که گفته میشه تست تقسیم شار فقط در اتصال ستاره قابل قبوله، درسته؟ نه، این متاسفانه یکی از بحثایی هستش که توی یکی از تجهیزات هم هست، تجهیزات تست اندازه‌گیری تقسیم شار که فقط از سمت ستاره داره تست تقسیم شار رو میگیرن. عملا نه، اصلا هیچ ارتباطی نداره، چه ستاره چه مثلث چه زیرزار. ما بحث ستون هسته بود که گفتیم 3 تا ساق داریم، حالا اتصال میخواد هر چیزی باشه. ما ستون اول رو داریم یه ولتاژ بدیم، شار به وجود میاد، تقسیم میشه بین 2 تا ساق دیگه با چیزی که توصیف دادم. نه، اصلا ارتباطی به اتصالات نداره، هر اتصالی میخواد باشه.
سوال بعدی که آقای مهندس پرسیدن، اول تشکر کردم از جناب عالی، بعدم گفتن که در تست تقسیم شار در حالت ستاره روش حذف کردن سیم پیچ ها صحیحه یا نه؟ متوجه نشدم این چی حذف کردن سیم پیچ ها، من متوجه نشدم. اینطوری سوالش اگه دقیق‌تر بتونن برای ما بفرستن. من متوجه نشدم که سیم پیچ ها. آره این سوال اگه بتونن دقیق‌تر برای ما بفرستن، آقای باقری فکر می‌کنم ما پاسخگوی سوالشون باشیم. منظورشه که نه، من توضیح دادم کامل، گفتم هیچ ارتباطی به شماره تاپ نداره. هر تاپی میتونید و میتونید تست تقسیم شار رو بگیرید، اصلا هیچ ارتباطی به تاپ نداره. اینو توضیح دادم دیگه. گفتن که در تست پست‌های هوایی در محل چه روشی مناسب است برای تشخیص اتصال حلقه؟ ببینید روی ترانس اگه بخوایم صحبت کنیم، بهترین تست برای تشخیص اتصال حلقه تست تقسیم شار. بهترین تست و مطمئن‌ترین تست برای تشخیص اتصال حلقه همون تست تقسیم شاره که باهاش صحبت کردیم. یه سوالی هم پرسیده شده در این خصوص که اصلا گروه برداری چی آقای من، حالا ربطی به جلسه امروز ما نداره که تست الکتریکال هست، ولی یه توضیح در خصوص خود گروه برداری بفرمایید. شاید بعضی دوستان اصلا مفهوم گروه برداری آشنا نباشه، اصلا ندونن مفهوم گروه برداری یعنی چی. روی ترانس وقتی داریم صحبت می‌کنیم، حالا به عنوان مثال خب ما سه سیم پیچ هم داریم. حالا دو سیم پیچ اگه بخوایم صحبت کنیم خیلی ساده شنا، ما عملا سه تا اتصال داریم، ستاده داریم، بعد مثلث داریم و زیگزاگ داریم که این توی توانهای مختلف میاد بسته به اون نیازی که هستش و اون محاسباتی که انجام میشه گروه‌های مختلف داریم. به عنوان مثال توی ترانس‌های نرم اگه بخوایم صحبت کنیم 25 تا 200 کوا میشه وایزل امپلس که اون آمبالانسی بار رو بخوایم کمش کنیم، 200 تا بالا میشه دیوای ان 5. اینا ترانس‌های نرم. صحبت از گروه برداری، حالا نمیخوام خیلی وارد دیتیلش بشم، فقط یه توضیح ساده بدم که مثلا شما یه ترانس داری گروه برداریش دیوای ان 5، معمولا حرف اول بزرگ می‌نویسن، یعنی اتصال فشار قوی مثلث فشار ضعیف ستاره، نقطه نوترال اومده بیرون و اختلافات بین HV 250 درجه است. حالا در مورد گروه برداری بس یاده که خب من فکر میکنم کفایت میکنه آقای مهندس. حالا بازم اگه سوالی باشه چه اینجا بپرسن دوستان، چون که فکر کنم لایو قطع شد، یه دوستان هنوز به ما اضافه نشده، ما یه خود صبر میکنیم، هنوز حالا به اولوش 30-40 نفر الان رسیدیم، تا 100 خورده رفته بودیم قبلش. ولی بازم اگه سوالی بود دوستان بپرسن، اگه هم باز سوالی داشتن تو دایرکت میدن بپرسن، ما در خدمتتون هستیم. یه سوالی که پرسیدن گفتن علت ترکیدن ترانس پیتی در پست‌های زمینی چی هستش؟ حالا مرتبط نیست با بحثم، ولی توضیح بفرمایید ممنون میشم. ببین پیتی رو خیلی چیز نیست، ولی پیتی هم یه تجهیز عین ترانسفورماتور با همون سیستم عایقی که داریم صحبت می‌کنیم. علت ترکیدن خیلی میتونه متفاوت باشه، خیلی از عوامل داریم که میتونه متفاوت باشه، باعث ترکیدن یه چیز اصلا فرقی نمی‌کنه، حالا این ترانسفورماتور باشه یه پیتی باشه، بس عایقی هستش که این عایق ممکنه حالا ضعیف شده باشه و باعث حالا آلک زدن بین دو قسمت بشه، یا اینکه حالا تخلیه‌ای وجود داشته باشه، عایقی که هستش اونجا عایق خوبی نباشه و باعث اتصال بدنه بشه. همه اینا میتونه که یا حتی بین HV و LV، خب یه بحث HV داریم یه LV هم داریم که PT هم داستان هست، یه ولتاژ میگیره تقسیم میکنه میشه یه ولتاژ کمتر که قابل قرائت باشه. همه اینا هست، همون بحثی که واسه ترانس میکنیم. من فکر میکنم که روی PT هم همون باشه. دوستان این سوالشون اصلاح کردن در خصوص تست تقسیم شده، گفتن که اتصال هر یک از فازها به نول و اندازه‌گیری دو فاز دیگر صحیحه در تست تقسیم شار یا نه؟ دوباره اگه زحمت هر فاز رو به نول، دو تا فاز رو به نول متصل کنن و از فاز دیگه تقسیم شار رو بخونن، این کار درسته یا نه؟ مقدار شار عبور رو بخونن، این درست هست یا نه؟ نه تقسیم شار همون روشی که من بهتون گفتم، اصلا لازم نیست که شما نمیدونید حساب بکنید یا هر چیز دیگه ای. نه این کار ساده ایه دیگه، مشخصه که بچه‌ها یک فاز ولتاژ میدید تا دیگه رو میخونید، خیلی پیچیده نیست. من فقط اینو متوجه نمیشم، گفتن تست دلتا هم توضیح بدید. ممنون. حتما منظورشون تست تانژان دلتا است که حالا توی فکر کنم بذاریم واسه یه بازی بعدی که تجهیزش رو بیاریم بچینیم
خب فقط یه توضیح بدم. تست تانژانت تست عایقیه که شما چطور دارید می‌بینید که میگر میزنیم اگه تراس دو سیم پیچه باشه یا HVD میزنیم، HV دادنه میزنیم و LV دادنه رو خواهید زد. ما توی تست تانژانت هم عملا همین داستان رو داریم. منتها توی تست تانژانت ها سه تا ظرفیت خازنی به دست میاریم، همون چیزی که توی میگر هست HV LV HV بدنه و LV بدنه. یعنی شما سه تا خازن دارید، ظرفیت خازنی رو باید اندازه گیری بکنید به اضافه مقدار تانژانت که تانژانت محدودیت‌های خودش رو داره. طبق استاندارد برای تراسای نو برای تراسای کار کرده و ظرفیت خازنی هم باز طبق استاندارد محدودیت داریم که این تغییرات توی ظرفیت خازنی نباید بیشتر از 5% باشه، بین 5 تا 10%. حالا باز باید بررسی بشه که این چرا همچین اتفاقی افتاده و بیشتر از 10% که اصلا به هیچ عنوان نمیتونید تناسب برقرار بکنید. یه تست عایقیه که یه روز حالا مفصل راجع بهش صحبت خواهم کرد. انشالله یه جلسه رو می‌ذاریم برای تست‌های مدرن FPS، FPS، تانژانت که حالا اونجا هم خدمت دوستان آموزشی ارائه بشه. خیلی ممنون آقای مهندس. فقط که به عنوان حسن ختام این دو تا سوال اگه مجددا بپرسید که دوستان به ما پاسخ بدن تو دایرکت و ما به غیر قره به جایزه تقدیمشون بکنیم ممنونتون میشم. سوال اول این بود که تست تقسیم شار رو برای چه تراسایی نمی‌تونید بزنید. سوال دوم اندازه‌گیری تست نسبت تبدیل برای تراسای زمین بود که آیا میشه انجام داد یا نه که اگر میشه چجوری انجام میدید. این دو تا سوال. تشکر میکنم از شما. وقتتون گرفتیم، با اینکه کار داشتید، زحمت کشیدید، قبول کردید که در خدمت ما باشید. جلسه مفیدی باشه. ان شاء الله تو جلسات بعدی در خدمتتون باشید. خیلی ممنون.